دو سازمان بین المللی در تاجیکستان برنامه را سرمایه‌گذاری می‌کنند که شهروندان کم‌بضاعت را در صورت ضرورت با وکیل دفاع یا ادوکات تامین خواهد کرد. یعنی افرادی که کارشان به میرسه و دادگاه میافتد این شانس را دارند که از حساب برنامه ویژه مبلغ‌گذاری کاری ادوکات‌ها برای خود حمایتگری به پول بگیرند. مبلغ این برنامه را در 8 سال آینده UNDP دفتر رشد سازمان ملل و آژانسی شویتزر عاید به رشد خواهند پرداخت. مقامات میگویند به زودی کال سنتر یا تلفن مخصوص به کار درآورده خواهد شد که در صورت بازداشت و یا گمانبر اعلان کردن نفر پیوندانش به ادوکاتور تماس گرفته برای تامین نمودن وکیل مدافع انفرادی مراجعت میکند. یک روز خدمت وکیل مدافع با 100 سومان برابر خواهد بود که پولش نه از حساب ساکنان بلکه از حساب برنامه پرداخته می شود. مسئولان میگویند هدف اصلی برای ماندن این برنامه تامین افراد کم‌بضاعت و نادار و دستنگر با وکیلان دفاع است تا توانند از منفعت‌های زیر حمایه خود همه‌جانبه حمایت کنند. در وزارت عدلیه گفتند این تجربه نخستین است که خدمت ادوکات برای خانواده‌های کم‌بضاعت سرمایه‌گذاری کرده می شود. قانون‌های تاجیکستان تامین وکیل دفاع را به همه افرادی که دچار مشکل حقوقی می‌شوند کفالت می‌دهد. در صورت عدم امکانات مالی شخص به گرفتن ادوکات خصوصی که خرج کارش به ذمه خود کارافتاده یا خویشاوندانش می‌شود او را با ادوکات دولتی تامین می‌کند. شاعره دولت و رهبر اتحاد سازمان‌های غیر دولتی ائتلاف ضد شکنجه در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک ماه تا 25 نفر از هر گوشه کشور برای تامین خدمت رایگان وکیل مدافع به این سازمان مراجعت می‌کند که اصلاً زنان هستند. او گفت اکثر مراجعت‌ها مربوط به بحث‌های دادگاهی عاید به منزل و مشکل خانوادگی ربط می‌گیرد. شاکرجان حکیم و دکتر علمی حقوق میگوید برنامه ولایت قانونی برنامه رشد سازمان ملل برای تامین حقوقی خانواده‌های کم‌بضاعت با وکیل مدافع یک اقدام بشردوستانه است. جناب حکیموف میگوید این تشبوس شایسته دستگیری زیرا که طرز و صفت زندگی مردم تاجیکستان و مراتب یا به طور قابل ملاحظه پخش شده است. قابلیت خریداری آنها نیز سست است. عملی نمودنی که این برنامه ها نیاز دارد و با در نظر داشت که پخش شدن طرز و صفت زندگی مردم و کمتر شدن قابلیت پرداخت شهروندان برای خدمت ادوکات‌ها خیلی مهم است. سال گذشته در پی امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 586 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را در تاجیکستان دارند. تا قبول این قانون در تاجیکستان 8 کلیگ ادوکات‌ها و حدود 2000 ادوکات یا وکیل دفاع فعالیت می‌کردند. در پی تصویب تغییر لایحه‌ها و قانون درباره فعالیت وکیلان مدافع برخی از آنها گفتند که این یک راه خلاصی مقامات از وکیلان گپ نادرا و یا وکیلان پرانده‌های پرسر و صدا بود. در حال حاضر چند وکیل دفاع دیگر از جمله بزرگمهر یاروف، شهرت قدرت و نورالدین محکموف در زندانند. سازمان‌های بین‌المللی پرونده این افراد را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده چند دفعه آزادیشان را طلب کردند.